خب سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه استریم دیگه. امروز میخوایم دوباره استریممون رو شروع کنیم. یکی دو روزی نبودیم، خودتون میدونید به خاطر چی. من اول تست کنم صدام خوبه یا نه. اگه کسی هست حتما بهم کامنت بذاره تا ببینم صدام خوبه یا نه. سلام، من اومدم. علیک سلام. سلام احمد اف سید، سلام، چه خبر؟ خوبید شما؟ ریشم هم بلند شده، هنوز کوته نکرده. بازم دیگه انشالله امروز قرارمون این بود که خونه رو درست کنیم، ولی کامنت های شما رو فکر کنم نشون نمیده اینجا. بمونه بریم سراغ بازیمون که زیاد طول نکشه، بریم بازی رو شروع کنیم. و خونه رو که ساختیم هنوز دکوراسیونش نکردیم و مونده که این اردکور رو من همینجوری واسه سرگرمی بازی کردم، ولی فعلا اینو بازی میکنم. صدام خوب میاد دیگه انشالله. و اینم از ماینکرافت. شدر شما برداشته بودم چون یکم داشت هنگ میکرد، ولی الان دوباره باید شدرشو بزنم تا خوشگلتر بشه و بازی هم جذابتر بشه. خب یکم طول میکشه تا شدره بیاد، اینا لود بشن. چه خبر از شما؟ خوبید شما انشالله دیگه؟ خب جمالم داره میاد، ابرا خوشگل شدن. خورشید کجاست؟ این وری صدام پایینه یا نه؟ خوبه. امروز یکم صدام گرفته فکر کنم. این که تموم شد، درست کردیم، فقط مونده جا رو درست کنیم. اول میخوام یک جا واسه انچنت درست کنم، بعد گاوم لازم دارم اون طرف گاوا رو گذاشتم و یه جا واسه این که این روستایی رو بیارم اینجا. و الان فعلا یک فکر کنم چوب داریم یا نه. چوب یک کم داریم، ولی ببینیم چی میشه. میخوام یه پول درست کنم اینجا، رفت و آمدم راحت تر بشه. یک بار به دست دیدم PS5. PS5 من ندارم. PS5 ایکس باکس داشتیم فروختیم، اینو خریدیم. کامپیوتر خریدم چون تو کامپیوتر راحت ترم و هم میتونم استریم خوب بذارم. و چی پوستشو داریم. این هر نپوشیدیم. خب غذا هم داریم، همه چیز اوکیه. خب یک چی هم داریم، بریم ببینیم چی میشه. این دسته برای این دسته که اون روز دیدی اینجا گذاشته بودم، اینو میگی؟ اینش نه، این دسته رو من جداگونه گرفتم واسه بچم که گاهی وقتا اون بازی میکنه، با دسته راحت تره. اینجا زمینش شاید خرابه، من میخوام اینجا خونه درست کنم. تورچ گذاشتم تا چی نیاد، زنبی نیاد. همه اینا رو باید از اینجا بردارم تا زمینم یکم صاف بشه. و اینجا میخوام یه پول درست کنم. کجا درستش کنم؟ نزدیکتر باشه. اگه از اینجا درست کنم بهتره فکر کنم. پولم خیلی زبان میبره، چوبای زیاد نیاز دارم، ولی الان فعلا میخوام سادهش کنم. ساده میذارمش چون میخوام الان یه لباسایی که دارم اینا رو به بهترین شکل انچنت کنم و یه چند تا بلیزر اگه شد بیارم اینجا، بعد یه خونه درست کنم واسهشون تا اونجا من ترید کنم باش. خب این درخت هم اینجا میکنم. دست آره داری چی کار میکنی؟ خب
دارم میگم دیگه، من میخوام فعلا اینجا یک درست کنم. پول ساده، البته فعلا میخوام ساده درستش کنم. در آینده وسایلشو که جمع کردم میخوام بهترش کنم. اینا رو چرا با این من داختم؟ خب دقیقش رو بخوام بگم فکر کنم اینجا میفته. باید این خاکه رو هم بردارم از اینجا. خب شما چه خبره؟ حال کجایی؟ چه کار میکنید؟ در امن و امان هستید که انشالله میتونه بهتر درست کنید. من یه چند تا ایده تو چی نگاه کردم یوتیوب و خوب بودن، ولی بازم ببینم چی میشه. اگه بخوام الان درستش کنم یکم زمان میبره، خودش یه ساعت زمان میبره اگه بخوام اونجوری درستش کنم. و یک لحظه منو ببخشید، یه زنگی اومد. خب لایو دیگه این مشکل رو دارن، امیدوارم درک کنید. یک لحظه صبر کنید من جواب اینو بدم. الو. خب درستش کنیم. پس درستش کن. منم یه ایده دارم. ایده تو بگو اگه میخوای مثلا چطوری درستش کنیم. ایده رو بگو تا ببینم شاید ایده شما بهتر باشه، درست در بیاد. هنوز باید اینا رو بکنم. اگه این یو انچنت کنم زودتر درست اینا کنده میشن. خب ببخشید یه لحظه شما رو معطل کردم. چون میخوام لباسم رو انچنت کنم بعد بریم ندر. همین لباسم خوبه ولی نمیخوام اونجا با زامبیا گیر بیفتم منو بکشن. میخوام یه لباس بهتری داشته باشم تا پروتکشن داشته باشه. این لباس ها زیاد پروتکشن نداره، مثلا این پروتکشن 2 داره، بعد ریسپریشن 1، کن بریکینگ 2 خوبه ولی بازم بهتر میشه. این که اصلا پروتکشن نداره، اینم خوبه، این هم خوب نیست. اینا رو باید درست کنم. خب هستید که انشالله داریم میبینید. اینا رو بردارم و اینجا ببینم چی میشه. اینا رو اینجا از اینا دارم ولی میخوام با اینا درستش کنم چون قشنگتر میشه به نظر خودم. چوبم کم دارم. چوب نه، جا کم دارم. اینا رو خب وسطش کجاست؟ وسطش اینجاست. اینم از وسطش فکر کنم اینجاست. حالا اینو هم پر کنیم دیگه خراب نشه. بذار بمونه واسه نه اینو بردار بالایی بردار. این بذار بمونه دیگه اینجوری. خب اینو اگه وسط قرار بدم
یکم میره این برتر، اینو وسط قرار میده. خب یکم بالاتر. چه شد؟ 3 تا 4 تا اینا رو بر میدارم دیگه. خراب شد که اینجا میزنم، اینو بر ندار کسا، اینو اینجا بعد اینو بشکرم دوتاش میشکنه که کار کنم. الان اینو بزنم اینجا، بعد میرسه نمیرسه، اینو بزنم اون بالایی. حالا اینو بردارم، آدم که شکست. خب ای خدا چرا میفتی؟ اینو بذارم اینجا بعد درست شدی. خب اینم از بالایش دیگه، برم اون ور 4 تا از اینا بردارم، ولی فعلا 1 2 3 بعد از این ور میزدم. خب این راهمون میشه، بعد اینجا اون چیه رو ستونه رو اینجا میذارم، اینو بکنم به جاش. مثلا ستونش میشه، یه ستونم اینو ول کنم، این ستون میخوره، بعد این ستونه رو هم اینجوری میکنم که نمک خوشگلتری بیاد. ولی فعلا برم بخوابم تا زامبی نیاد. فکر کنم تختم هم بعد بردارم اینجا بیام، چون زمان میبره. خب چی گفتید؟ میخوای بری ندر؟ بهتر زودتر بری، خیلی خوب میشه. آره میخوام برم ندر، بعد برم این دونو چیو بکشم، اون الانترا چیه زبونم نمیاد، الایترا چیه، اونو بردارم، بعد با اون برم بگردم وسایل پیدا کنم تا بهتر خونه بسازیم و چیزای قشنگ بسازیم. دوست نداری و دوست تو رو بازی کن؟ خیلی دوست دارم باش بازی کنم، حالا میده به قول شما، ولی دوستم فعلا نمیتونه. خودش گفت که نمیتونم، بعد منم اصرار نکردم فعلا تا ببینیم چی میشه. خب این خونه خیلی چیزا کم داره و منم جیبم پره، فکر کنم برم اونجا خالیش کنم، بعدا اینا رو میارم بالا دیگه. دوستمونم امروز فکر نکنم بیاد، نه پیداست. اینا رو اینجا خالی کنم، فعلا شیشه هم نیاز ندارم، اینا رو نیاز داریم. تخت یکی داشتم من دیگه نکرده بودم. بعد اینم انچنت کنیم لوتینگ داشته باشه تا از این چشمه بیشتر بسن بیاد. این چشمه چیزه درست حسابی میشه درست کرد. از اینجا هم باید راه درست کنم. فعلا این اصلا مزاحم من اصلا نمیذارن جلوتر از این ببینیم. نمیخوام زیاد تخت باشه چون نماش خوشگل نمیشه، بعد اینا باشن من خود درستش میکنم، ولی اینا باشن به نظر من بهتره چون نماش بهتر میاد. اینجا بذارم، بعد برم بالا، اینم از این. بعد یکی دیگه باید بذارم، ولی اینجا نه، از اینجا بذارمش. اینم از این، ولی فکر کنم این بلندتره. آره اینو اینجا بذارم، بعد پلشم. و برم سراغ بعدیش. اگه میبینید جواب نبیدم یه لحظه منتظر بمونید، چون دارم ریاضیات کار میکنم، برام درک کنید. خب اینا رو هم مثل اون درخت دیگه
اینجوری بکنم خوشگل میشه. بعد اینجا رو مثلا اینایی که هستن فکر کنم همینجوری بود. حالا ایده خودم نیست ولی فکر کنم خوشگل بود. بعد روی اینا اون لنتن میفته. اون یه ببینم دارم، نه ایرن ندارم فعلا، ایرن اونجاست، بعدا میارم درستش میکنم. خب یک چیه دیگه هم باید بره. اینو میشکنم. بعد از اینجا میرم دیگه اونور رو هم همینجوری درست میکنیم. بعد وسطش هم یک کارایی دارم. الان خونه میخوای بسازی؟ نه خونه نیست، این خونه نیست. اینو میخوام واسه پل بسازم. اینجا پل درست کنم واسه رفت و آمدم به این روستا، چون ارباری میخواستم تو این آب میپریدم. واسه خوشگل کردن این جهانم خوبه. واسه چی برم اونور. بعد اینجا چقدر خورد؟ 4 5 6 تا فکر کنم. 3 تا پله من زدم. فعلا بیام این ور، بعد از اینجا درستش کنم ببینم چی میشه. بردارم و اینجا سوراخه رو باید بگیرم. ببندیم یک لحظه صبر کنید الان درست میشه. خب اینم از این برداشته میشه. این بلایی و مشکلی نیست. اینجا دیگه این وسطش بود، این وسطش، این اینجا. بعد یکی دوتا سه تا. خب اینو فکر کنم یکم زیادی زدم. باید از اینجا دوباره برم بالا، اینو بزنم اینجا که راحت تر اینو بزنم. یک لحظه صبر کنی الان میخونم. سلام و درود بی پایان علیک السلام آقای اشکی، چه خبر؟ خوبی؟ بخشی چون شکر الحمدلله برابرم. داره هره توتی واسه سنگتی میشه در گفته. بزنم بعد اینا رو بر میدارم. اینو بردارم، اینو بردارم، اینو بردارم، اینو بردارم. خب اینم از این، اینم از این. اینم باید چی شد؟ هنوز باید برم بالاتر، با اون یکسان نشده هنوز. خب این بعد اینم از این. اینا رو بردارم و یه پله اینجا باید اضافهش کنم. چه خبر از شما؟ چه کار داری میکنی؟ داری پل میسازی؟ آره دارت پل میسازم. پل संगत में जवाब अनादा जाती संगत संगति अबर न समझी न समझी जवाब न देना तो बिना मैं बोले मुनी जैसे این بعد سر 4 تا شدن. دوتا اینم بزنم با خودم بیارمش بالا.
تموم شد. چوبا تموم شد. خب هرچی مونده از اینا درست کنم. زیاد دارم فکر کنم. خب چه خبره از شما اشکی الان برین گونی تو ملک جاتی گانی آواز آئیگی نه آئیگی برین. امروز زیاد حرف نمیزنی فقط بازی میکنی. آره چون کسی نیست که بخوام باش حرف بزنم. تا هست تا عبر نکنه که عبر کنه که تی جواب دیگه مرچی پیرو موड نی عبره جاتی گانی کارانگو بجای ملک شرط کنه که ملکی که بربادی. او بینم از این اکیرا چاره چطور اڑکوتم باری اینجا خورده بود اومده بالا. باید الان 5 تا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بذارم بعد از اینجا دوباره بیام بالا. ولی چوب ندارم و برم چوب جور کنم. این حالا من چرا اینجا زدم. یکی افتاد اینجا برش دارم و بزنم اینجا طرفش درست در درست تپ نگیریم. یه طرفش درست شد طرف دیگه هم انشالله میسازیم و فعلا بریم به بقیه کارا برسیم. خب پول دیگه درسته الان برم چوب بردارم و بیام دیر میشه چون امروز قرار نیست من پول بسازم فقط واسه این که در آینده ببینید چطوری میشه. از کجا نگاه کنم؟ از اون مزرعه نگاه کنم. مزرعه هم میخوام از اینجا ببرم. 3 نفر استرین داشت یکم انرژی تو ببر بالا. شهر نه دارلی حرف نایدیم آره درست دیگه هوا هستن تو بازی هستن. کامنت های ما رو نمیخونم. کامنت ها رو میخونم. کامنت ها یکم دیرتر واسه من میاد. مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه دیرتر واسه میاد. تا کامنت ها بیاد من ببینم میخونم ولی شما اون موقع فکر کنم یا رفتی یا اینکه به خاطر اینترنت من درست اجرا نمیشه. نمیدونم مشکل چیه ولی من کامنت رو میخونم هر لحظه که مثلا تو بازی که نمیشه زیاد تو کامنت ها بود. مثلا یک کامنت توجه نمیکنه. الان فقط خوشگلش کن چراغ بزنه از این کاره. باشه خوشگل شما چی میگه الان من اینو خوشگل کنم یا برم اون لباسای خودم رو انچنت کنم چون اون ضروریه باید بریم ندر. بعد دوباره یک زنگ دیگه اومد بعد من جواب بدم. یک لحظه منو ببخشید. خب دارم کامنت های شما رو میخونم بگید ببینم چی میشه. خب چی میگید شما؟ هرچی از هر سید اسمت چیه سید؟ اسمتو به این دوستمون بگو دیگه. من جا ندارم واسه این که اینا رو بردارم و برم فعلا. پولی نش از اینجا دیری میبینی پله اگه بیشتر بشن درست میشه خوشگل میشه. اگه شما نظرتون اینه که من پولو بسازم حتما یا لایک کنید یا کامنت بذارید. ای چی شدی کثافت. اینا رو الان من بزنم میان تو روستا ولی یه جوری دیگه هم میشه اینا رو بذار ببینم من چیه خودمو نیاوردم.
اونی که پرچم داره اونو نمیکشم ولی اینا رو میکشم. اوه کشتن منو کشتن. زمینم صاف نیست. بزنه. آخ مردم. چیه سپر خودمو نیاوردم. الان یکی بکشم اینا رو. الان شما میگی من کامنت رو نمیخونم. الان وضعیتمو درک میکنی دیگه. کثافت. بذار بیان پیش گولم خودش میزنه اینا رو. انسنت داره. بکشم اون یکی بمونه یکی رو گولم بزنه. فقط این روستایی منو نزنه چون اینا اگه من بکشم الان رید میشه اینجا میان دیگه همشون میان میریزن اینجا. خب اینم خب داری چی میگید؟ من بذار بخونم کامنتاتونو. دقیقا اصلا به کامنتای ما توجه نمیکنه. توجه میکنم. برای فقط خوشگلش کن برو خوشگلش کن بخشی. باشه امین هزاره خونه اسمش من عادت کرده. همین اسم قشنگه. پول خوشگلتره. پولو بسازم من به نظر من هم ستمونو بگیر. ستمونو میگیریم فعلا چون میگید پولو بسازم میرم درخت هم بزرگ شدن دیگه با اینا کاری ندارم و فعلا لباسامو گرفتم. لباسام ببین چقدر تیرکمان من خوردم. این گاوا رو هم میخوام ببرم اون طرف ولی نکنم بشه. بیاد همه اینا رو بکشم دوستاشون رو بردارم بهتره. یه کمان بساز و کمان حمله کن. کمان میسازم ولی کمان دارم هم ولی میخوام کمان پاور داشته باشه تا زودتر بزنه دیگه. بعد چون دراگون رو میزنیم پاور داشته باشه به نظر من بهتره. الان اگه کمان بسازم بعد پاور نداشته باشه این میمونه که دارم با شمشیر میجنگم. فکر کنم چوبا خیلی زیادن و جا من زیاد ندارم ولی فعلا بذار ببینم تا چقدر میتونم بردارم. میتونم تو آفلاین مثلا همه این وسایل رو بردارم بعد وقتی که استریم شروع شد استریم بذارم تا وقتمون واسه اینا گرفته نشه. ولی به خاطر این که میخوام همه چیز تو لایو باشه اینجوری بهتره تا شما هم ببینید من دارم چی کار میکنم. خب حتما در استریم که میبینید لایک هم کنید تا به بقیه دوستانم برسه. بعد بازی پابجی رو من نگاه کردم. بازی پابجی داره اجرا میشه ولی پینگش بالا است. پینگ 180 بهم میده. بعد اگه بخوام استریم کنم نتمو این استریم میخوره. بعد پابجی پینگش افت میکنه. اینجوری بازی فایده نداره. ولی در عوضش بازی چیه گرفتم دلاستاواس و در نظرسنجی که در اینستا گذاشته بودم همه گفتن دلاستاواس رو بازی کن. اونو هم گرفتم ولی عادت ندارم هنوز با کیبورد و ماوس خوب بازیش کنم. چند روزی زمان میبره تا بهش عادت کنم. فعلا ماینکرافت رو بریم جلو تا ببینیم کجا میرسیم. بعد انشالله اونو هم شروع میکنیم. تا هر موقع از ماینکرافت زده شدیم اونو شروع کنیم. بخشیتی طرفدار جانه که نیست.
داداش مهارت شکار کردنی و بس طرفدار بیچاری بس ماره جانه که خیر است انشالله ببینن فقط من منتظر حمایت شما هم دیگه بدون حمایت شما نمیشه کارش کرد بعد از یه طرف باید روزانه 6 گیگ واسه چی بدم این استریمه 6 گیگ سعید پیام میفرستی بعد دیلیت میکنی چرا؟ چی نوشته بودی مگه؟ ای خدا بازی چی هم اومده اون بازی چی بود اساسین کرید بلک فلک اومده ولی سیستم من اجراش میکنه ولی یعنی در گرافیک کم دیگه فایده نداره در گرافیک کم همون قبلی رو بازی میکردی صدا چی بود؟ از کجا اومد صدای؟ میتونی الان بری دراگون بکشی بعد اینکه تموم کرده برو تلاش کن دراگون بکشی خب میتونم بکشمش با این وسایل میتونم بکشمش بعد فقط یه تیرکمان لازم دارم تیرکمان هم میتونم درست کنم ولی شما نظر دادید که مثلا من الان پولو بسازم پولو که بسازم انشالله اونم لباسامو انچنت کنم چون اونجا چون همون درازه است اونجا چشم بهش بیفته اون منو میکشه هی میزنه بعد من از اون زیاد ترس ندارم ترسم از ندر چون از دور میزنند همون بلیزا آتیش میزنن فکر کنم چوبم کافیه برم ببینم چی میشه صدای اومد زامبی داخل خونه است نه فکر کنم زیرشه خب دیگه چه خبره نه دیگه دراگون هنوز خیلی زود آره خیلی زوده ما اگه بخوام الان برم دراگون بکشم لذت بازی میره دو قسمتی بخوایم دراگون بکشیم جیتی بازی کن خیلی لایک میکن جیتیو هم من دانلود کردم جیتیو دارم موداشو ریختم چون قبلا یک داستانی رو داشتیم ادامه میدادیم تو جیتیه بعد میخوام همون داستان رو دوباره ادامه بدم اگه ندیدی تو چنلم هست داستان گلامو که داستان خودم ساختم همینجوری دلی میخوام اون ادامه بدم حالا درست کنیم این درست بود اینم درست شد بعد اینم از این میشه با تبرکش کرد فعلا برم اونجا حتما جیتی بازی لایک خیلی زیاد آره جیتی که خیلی چی داره بهت اعتمادم دارم خیلی لایک میخوره تلاشم میکنم دراگونو بکشم آقای سید میتونم الان دراگونو بکشم ولی چون لذت بازی از بین میره دیگه بازی تموم شد به نظر من منو لیپ نکردم معنیش چیه آقای سید من نمیفهمم تختمو کجا گذاشت فکر کنم تختمو اینجا فراموش کرد من یه چای ریختم الان دیگه برق شده بذار اونو بخورم
میخوام این قسمتی که ورود میکنم اینجا چی باشه، جعبه باشه، ولی جعبه الان فعلا نمیخوام درست کنم چون جعبه پایین دارم. اونا رو بر میدارم میارم بالا، بعد از جعبه اونجا تو اون خونه هم هست. پام شکست. جعبه خالیه. جعبه که خالیه ولی جیبم خالی نیست. چی رو برداشت؟ فعلا بذار اینا جا ندارم. اینا اینجا جا میشن نمیشن فکر نکنم. خب نمیتونی جی تی بازی کنی. میتونم الان بخوای جی تی بازی کنم، الان مثلا دارم نگاه میکنم میخوای جی تی بازی کنم، اینو بهم بگو آقای سید. اگه میخوای الان بازی کنم، الان من آنلاین شو ندارم، من میدونی دیگه ایرانیم. اینجا خالی بود. دیرتر رو بذارم، اینو بذارم، اینو بذارم بازم اینو خب بریم سراغ پولمو بسازم، بعد لباسمو انشالله امروز انتن میکنم. تموم لیول که دارم من. پام شکست. خب دیگه چه خبره؟ صدای ویژ ویژ میاد تو آسمون یا نه؟ بعد الان میخوام دقیق بذارم فراموشم نشه. مثلا کنم اینو یکم بالاتر بذارم بهتره، یه نمای خوشگلتری بهش میده. من آیرن فراموش کردم بیارم اینجا روشنش کنم، ولی بعدم مشکلی نیست، آخر سر میاریم. اینجا رو اگه میخوای ببینی من چطوری درست میکنم، من اینو فعلا چی دارم چی ندارم اینو درست کنم، اینو اینجا بذارم. از این درها 5 تا در فعلا باشه. بعد اگه میخواد بدونی چطوری من درستش میکنم، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا از اینجا باید از پایین یه پله بیارم بالا. خب از اینجاست. یه کاری کن دیگه، حوصله‌مون سر رفت. چه کار کنم؟ دارم بازی میکنم، بازی دیگه چی بگم. بعد از اینجا مثلا اینجوری میارمش اینجا. من درد دارم، اینا رو بردارم. از پایین فکر کنم بیام باید خب اینجا رو چطوری بکنم الان میبینید ولی من وسایلش رو نیاوردم. یک لحظه. این ماینکرافت دیگه، آدم گیج میشه چی داره چی نداره وسایل. از اینجا نگاه کنم. شیش من زیاد لازم دارم، ولی فعلا چون میخوام اینو درستش کنم اینا رو بذارم.
و ببینید نماش چطوری در میاد. یکی اینجا، بعد یکی اینجا، این اینجا، بعد اینو بده به من. بعدم پایین. خب این هم از این. ببینید نماش چطوری در میاد. با هم شکست. خب این چوب رو هم من چی نکردم، صافش نکردم. ببینم تا کجا میره. چیزی مونده یا نه؟ بالا مونده. خب ببخشید اگه من کامنتاتون نمیخونم، در مشغولم. ببینم چی نوشتید. نمیتونی جی تی بازی کنی، کاری کن، حوصله‌مون سر رفت. جی تی بازی میکنم ولی فعلا که باید اینا رو درست کنم. میشه درست کرد. 13 تا. اینجا یکی از اینا، یکی از اینا، بعد یکی از اینا، بعد دوباره یکی از این. اینجوری همشو مثلا از این طرف از اون طرف همشو درست میکنم. بعد یه چیزی اینجا مونده بود، اینو من الان میبینی چطوری درستش. تموم شد دیگه. خب الان نمایشو بهتون نشون میدم که چطوری شده. این چیه؟ میوزیک که چی؟ ماینکرافت. ببینید چطوری خوشگله. این پلهاش بعد زیاد بشه خوشگلتر هم میشه. پلهاش بعد اونجا من الان میرم بیارم لانتن درست کنم، ایران بیارم. میبینید چطوری. فکر کنم همه تون خسته شدید رفتید دیگه. بازی ماینکرافت اینجوریه، وقت گیره. نمیخوام وقت شما رو، وقت ورزش شما رو بگیرم، ولی بازم مجبورم که اینجوری بازی کنم. مثلا از این قدش رو بزنم. چقدر زیاد شد. اجدتا. خب هستید دارین میبینید دیگه. فولو دیدید ندیدید؟ اگه ندیدید دوباره بهتون نشونش میدم. چرا جی تی صحنه دلخراش داره میترسم. جی تی که خیلی این اشکال اینجوریه. از پایین ببینید اینجوری بلند میشه و این براش هم درست میکنم. حالا درست بشه خودتون نماشو میبینید. فقط چون زمان بره دیگه. شما میگید عجله کن، میگید این کارو کن، بعد خودتون میدونید دیگه زمانو میبره. خب اینم از این. یکی از این، یکی از این، یکی از این. اینجوری خورد. بده به من. اینم از این، اینم از این. از اینجا دیگه دوباره بدم پایین. بعد از اینجا فعلا اینجوری بزنمش، بعد از اونجا که اومدم درستش میکنم. اینجا بریم بهتر بشه برم پایین اینو درست کنم. بیا 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 با من باشو، تموم لحظه های من باشو. نه همه عادته. خراب بشکن.
تو آب دیر میشکنه هنوز چون انچنتر رو ندارم. من هستم هنوز. دستت درد نکنه آقای سید که اینجوری به فکر ما و حمایتم میکنی. انشالله اگه چینلی چیزی داری ما هم ازت حمایت میکنیم. من این نت شو یک لحظی تا این نتو یک پیرو گیرک بعد دیگه هرچی ما بگیم انشالله هرچی شما بگید من همونو بازی میکنم. من ندیدی دوباره بهت نشون میدم. من نه من دوست دارم خیلی تایم داشته باشه سرگرم بشم. دستت درد نکنه آقای سید. بمونید پس انشالله بمونید. منم دارم درست میکنم هم شما میبینید و هم من لذت میبرم که دوستانی مثل شما رو دارم و داری ازم حمایت میکنه. خب الان یه نمای شبیه هم بهتون نشونش بدم ببینید چطوریه. البته اگه زامبیا منو نکشن. اگه هستید اینم از نمای شبیه.